مجلس ملی هم امروز قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت را تصدیق کرد. این قانون به خود نامزد به پیشوای ملت رئیس جمهور امام علی رحمان فرستاده شد که بعد امضای او و چاپ شدنش در رسانه‌ها حکم قانونی میگیرد. این قانون را پالاتای پایانی پارلمان مجلس نمایندگان 9 دکبر خیلی فعالانه با برآمد 30 وکیل با آمد و ستایش رئیس جمهور و شیرخوانی قسمی از آنها بررسی و با یک آواز تصدیق کرده بود. قانون پیشوای ملت به رئیس جمهور امام علی رحمان وکالت و امتیازهای زیادی داده است که بعد از منصب پرزیدنتی رفتنش هم میتواند یکی از نفرهای کلیدی در حکومت تاجیکستان باشد. از جمله این قانون پیش بینی کرده است که پیشوای ملت دارای مسئولیت بوده از همه گونه نمودهای جوابگری آزاد می باشد. اینچنین اجرا کردن مشورت‌های او به همه نهادهای دولتی حتمی بوده. تمام مسائل مهم داخلی و خارجی باید با او موافقه کرده شود. کارشناسان به این نظرند که قبول این قانون قدم نوبتی برای قانونی کردن ماندن یکمری امام علی رحمان در سر قدرت است.